اردوی آماده سازی تیم جوانان پارابدمینتون ایران در اصفهان در طی چند روز گذشته آغاز شده و در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر بازیکنان به تمرین پرداختند. اردوی مذکور پس از اردوی انتخابی سمنان که از بین 9 بازیکن 4 بازیکن به اردو دعوت شدند، بازیکنانی از اصفهان، یزد، تهران و زنجان. بازیکنان برای شرکت در مسابقات پارابدمینتون آسیایی که در بحرین آذر ماه خواهد بود دارن تمرین میکنن و پس از این اردوهای دیگه‌ای رو فدراسیون بدمینتون برای این افراد در نظر گرفته. این برنامه با کمک و مساعدت هیئت بدمینتون استان اصفهان و بازیکنانی که از این هیئت به ما میتونستن کمک بکنن و مشارکت داشته باشن انجام شده. بچه‌ها در سطح خوبی و با انگیزه خیلی نسبتاً خوبی حاضر شدن، ولی تا سطح آمادگی شاید کار و برنامه‌های زیادی رو ما باید انجام بدیم. انگیزه من اینه که مثلا برم موفق بشم در پارابدمینتون آسیایی و از مربیانم تشکر میکنم. از این انگیزه رو از شرکت تو این اردو اینه که تو مسابقات پاراسیایی بحرین مقام کسب کنم. انشالله که با کمک خداوند و مربیان این امر محقق بشه. انگیزم از اینکه وارد پارابدمینتون شدم اینه که قهرمانی برای کشورم بیارم و اینکه لیاقت پیرهن تیم ملی رو داشته باشم و یه روحیه‌ای برای خودم باشه، زندگی شاداب‌تر و عمر بیشتری داشته باشم با ورزشگرم و امیدوارم که این زحمات آقای بزرگزاد رو جبران کنیم. واقعا خیلی واسه من دارن زحمت می‌کشن و اردوهایی که فدراسیون برام میذاره خیلی از تمام دستاندرکاران فدراسیون تشکر میکنم.